LGBT بیچاره شدیم. بانک مرکزی ایران درگاه پرداخت تمامی صرافی ایرانی رو مسدود کرده. الان دارایی دیجیتال من در خطر هست یا نه؟ بله، این من شدن میتونه دارایی‌های دیجیتال به شدت در خطر قرار بده و شرایط رو خیلی پیچیده. وای وای وای، حالا چی میشه؟ حالا باید چیکار بکنی؟ میدونم با شرایطی که پیش اومده خیلی الان دچار استرس و پنیک شدن که الان چی میشه و قراره چی به سر ما بیاد. آیا بازار کریپتو تو ایران تعطیل میشه؟ دلیل بسته شدن درگاه پرداخت دقیقاً چیه؟ بانک مرکزی دقیقاً طبق چه اصولی براش این کارو کرده؟ آیا راهکاری وجود داره که ما بتونیم دوباره بدون استرس و هیچ مشکلی توی این مسیر ادامه بدیم و کارمون رو پیش ببریم؟ تمام این سوالات و اما چرایی که بهتون گفتم رو قراره توی این ویدیو بهش بپردازیم. قبلش من پژمان هستم و خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی استاروف، کانال یوتیوبی خودتون. اومدیم با یه ویدیو فوق العاده محشر و کاربردی دیگه. خب همونطور که میدونید تا 2 روز گذشته بانک مرکزی اقدام کرده و درگاه پرداخت تمام صرافی‌ها رو بسته. اما این شکلی نیستش که بگیم کلا یعنی هیچ واریز و برداشتی وجود نداره. درس فقط بخش واریز قفل شده و اونم باز این محدودیتی وجود داره که حالا جلوتر بهش میپردازیم. ولی برداشت از طریق تمامی صرافی‌ها در حال حاضر باز و هیچ مشکلی نداره. خب اگر به سایت ارز دیجیتال مراجعه بکنیم اینجا خبرشو میتونید ببینیم که 2 روز قبل هم بوده این اتفاق افتاده. اینجا اطلاع رسانی کرده بانک مرکزی باز هم درگاه‌های صرافی ارز دیجیتال رو مسدود کرده. این اقدام سلبی بانک مرکزی علیه کسب و کارهای داخلی ارزهای دیجیتال در شرایطی صورت گرفته که میتونه تاثیر قابل توجهی بر فعالیت این کسب و کارها داشته باشه. در شرایط اتخاذ شده که کسب و کارهای داخلی این حوزه در تلاش برای توسعه و تثبیت جایگاه خود در بازار هستن. کل میتونه اثرات منفی ایجاد بکنه. اصلا چرا یه همچین چیزی پیش اومده دلیلی که آورده این بوده که اگر اشتباه نکنم علت اصلی این مسدود سازی به فعالیت‌های سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر نسبت داده شده که به نظر من یه بهانه است. بعدم اینکه هیچ اطلاع رسانی نکرده و به یک باره اقدام کرده و دست به همچین کاری زده که عواقب جالبی نداره. خب یه نکته رو اینجا اشاره کنم، قیمت تتر 80000 تومان. تبریک میگم. میشه گفت تا پایان سال قطعاً بالا 100,000 تومان رو میبینیم. اینم یهو چشم خورد گفتم بهتون بگم. بعد عرضم به خدمت شما بزرگترین علتی که اینجا میتونه وجود داشته باشه، خب انواع اقشار جامعه در حال حاضر هجوم بردن به خاطر بی‌ارزش شدن ریال به بازار کریپتو. به کلا خیلی‌ها دارن فعالیت میکنن، یه جورایی خیلی داره ارز خارج میشه و خب دولت باید این رو بتونه کنترل بکنه. شما یه جورایی خودتون رو جای دولت هم قرار بدید. برای کنترل این قضیه باید یه سری عواملی رو در نظر بگیرید که به نظر من اینها یه جورایی زنگ و صدای این هستش که مثلا شاید صرافی مثلا دولتی ایجاد بشه، به خاطر اینکه همین که دقیق‌تر اطلاعات اینو داشته باشن که کی داره چیکار میکنه، همین که بتونن درآمدزایی برای خودشون داشته باشه. از این طریق تمام افرادی که دارن فعالیت میکنن تا این لحظه حداقل نه مالیاتی وجود داشته نه چیزی که البته خبر مالیات هم چند وقت پیش اومدش که محاسبات مالیات ارز دیجیتال در ایران اینجا یه جدول و نموداری حالا اینجا شرح دادن و توضیح دادن که اگر درآمد خالص شخص تا مبلغ 28 میلیون تومان باشه مالیات نداره، معاف از مالیات. درآمد تا مبلغ 50 میلیون تومان مشمول مالیات سالانه 15%، مازاد 50 میلیون تومان میتونه تا 20% داشته باشه. اگر هم بالای 100 میلیون باشه میتونه باز بیشتر از 20% رو شامل بشه. اینجا جدولش هست. اما خب برای تریدرها به صورت جداگونه باز این وسط تعیین شده. کلا تمام افرادی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن، شما وقتی میری یک دارایی دیجیتال رو خریداری میکنید از طریق پروسه ترید رو انجام میدید و با خرید کردن در سری اون معامله‌ای که داری انجام میدی ایجاد میکنید داری یه جورایی تریدت رو انجام میدی. پس در نتیجه اینم شاملتون میشه. مثلا شما میایید بیت کوین رو روی قیمت $100,000 خریداری میکنید طبق چیزی که اینجا توضیح داده. شما قیمت بیت کوینت میرسه $150,000. $50,000 این وسط سود میکنی. خب به نسبت اون سودی که کردی اون $50,000 رو ازت مالیاتش رو میگیره. حالا به نسبت درصد بندیایی که اینجا برای شما ذکر کرده که البته اینجا رو در نظر داشته باشید بیشترین چیزی که الان اینجا ذکر شده اگر بالای 100 میلیون تومان درآمد داشته باشه از این طریق 25% مالیات شامل حال اون شخص میشه. توی صرافی هم که در حال حاضر واریز آنلاینش واریز درگاهش بسته شده، واریز فقط شانس داره که از طریق حالا شماره شبا اینا میتونید انتقال کنید و شانس رو وارد بکنید که اونم باز مینیمم یعنی یه حداکثر سقفی براش تعریف شده که 25 میلیون تومان همونجوری که اینجا دارید میبینید بیشتر نمیتونه باشه و این خب
خب خیلی موزل خیلی زیادی. آیا الان با این شرایطی که پیش اومده اختلالی برای کار ما به وجود میاد؟ نه، ما همچنان با قدرت کار خودمون رو ادامه میدیم. در نهایت هم هیچ مشکلی برای ما پیش نمیاد. قبل از اینکه کلا صرافی‌های آنلاین مثل بیت و نوبیتکس و هزار تا صرافی دیگه وجود داشته باشه، خب خیلی داشتن فعالیتشون رو انجام میدادن. این شکلی بودش که حالا بازار سیاه بود، شما با یه شخصی در تماس بودی به صورت مستقیم، حضوری حتی مبلغ رو جابجا می‌کردی و اینطوری خیلی راحت، حتی هیچ ردی هم بابت مالیات و ایکس ایگرگ قرار نمی‌گرفت. حالا ما نمی‌خوایم راههای دور زدن رو بگیم، فقط داریم این خیال راحتی رو ایجاد می‌کنیم که در نهایت هیچ مشکلی برای اون شخصی که می‌خواد تو این پروسه فعالیت بکنه ایجاد نمیشه. فقط اینا پروسه‌ای هستش که دولت داره طی می‌کنه که بتونه یکم تحت کنترلش قرار بگیره. یه جوری فکر می‌کنم چند وقت پیشم ریال دیجیتال هم اگه اشتباه نکنم داشتش لیست می‌شد، صحبت این بودش که خب وقتی این حرفا و حدیث‌ها میاد وسط، یعنی که یه جوری میخواد حمایت بکنه و خودش هم وارد بشه، هرچند از قدیم هم وارد شده، فقط ما خبر نداریم. حالا بگذاریم. یه سری مشکلات و بدیایی که اینجا وجود میاد اینه که مثلا خب بازار سیاه دوباره راه میفته و قیمت دلار تتر الان مثلا اگه توی صرافی که الان خصوصی هستش 80000 تومان داره معامله میشه، شاید شما اگر بخواید بیرون یه شخصی براتون انجام بده با قیمت خیلی بالاتری بخواید این معاملات رو انجام بدید، یعنی واریز و برداشتتون رو انجام بدید. و حتی یه بدی بزرگتری که وجود میاد اینه که باعث میشه خب خیلی از کسایی که برای خودشون نخبه‌اند تو این کار، تو زمینه ترید، حالا تو هر چیزی تو ایران دارن فعالیت میکنن، باعث یه جوری فرار مغزها بشه و این محدودیت‌های شدید باعث بشه که کلا از ایران بزنن بیرون، بخوان برن سراغ کشور دوم که بتونن این پروسه رو بدون دردسر رو بدون هیچ مشکلی پیش ببرن و این خیلی فاجعه است. تمام توضیحاتی که فکر میکنم باید رو بهتون دادم. صحبت پایانی این که اصلا خودتون رو نگران نکنید، تا بوده این چیزا بوده و هست و همیشه هم واسه تحریما یه راهکاری وجود خواهد داشت. نگران نباشید و پرقدرت کارتون رو انجام بدید و هیچ استرسی نداشته باشید. مرسی که در اینجا با من همراه بودید. حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کن، کانالمون رو حتما سابسکرایب کن و ممنون. تا ویدیو بعد، خدا حافظ.